سلام دوستای من، خوبین؟ سلام همسایه ها، چطورین؟ من و بلا اومدیم یه چیزی بهتون بگیم و رفع زحمت کنیم. دیروز من رفتم بازار، یه مغازه دیدم که توش پر از این نگین فروشی ها، مدال، چیزی که دستمند بچه ها درست میکنن، از این چیزا داشت. بعد گفتم که بیام برای بلا قلاده درست کنم. اکثر قلاده که ما برای کوچولوهامون میگیریم این شکلی هم، ساده، معمولی، همشون به یه فرم و شکل هم، تنابه خاصی نداره. خوبی ماما؟ اومدم به آقای گفتم برام از این قلاده های اینجوری درست کرد. یه مدالم انداختم، ببینید چقدر خوشگله، خیلی شیک شده. این مدالش هم سگه. یکی اینو درست کردم، یکی هم اینو درست کردم. خیلی دخترونه است، خاصه. مدالش میبینی که خیلی هم ارزون در اومد، شاید باورتون نشه. اینا زیر 100 تومن شدن، حدود 70-80 تومن. و اینکه خیلی محکمه، ببینید با سیم درست شده، اصلا به هیچ وجه پاره نمیشه. شما میتونین مدال پتتون رو که گرفتین، استار شماره داره، این مدالاشون رو از تو این رد کنین، بندازین گردن سگتون، همیشه بمونه که کوچولاتون گم نشه. یکی این کارو کردم، یکی هم یه جاسوجی خوشگل برای خودم درست کردم و چیزایی که دوست داشتم. زنبور داره، لیوان سه‌بعدی داره، پاندا داره، یه دونه ماه خوشگل داره. این کارو کردم. یه کار با مزه که کردم، این گیلاسه خوشگل رو دیدم، به آقای گفتم برام گوشواره درست کن. یه گوشواره خوشگلم درست کردم که این گوشواره من شد 50,000 تومان. شاید باورتون نشه. امیدوارم که هر جا که هستین خوب و خوش باشین و این ویدیو به دردتون خورده باشه. دوستتون داریم. خداحافظ.